بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد رحمه الله تعالى، والشارح الشيخ العلامة صالح بن فوزان حفظه الله تعالى. وقفنا عند الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. موضوع درس امروزه کفر به طاغوت و ایمانی به الله. برای چی کفر به طاغوت از ایمانی به الله پیش ذکر شده است؟ علما مفسران چنین معرفی کردن که زیرا ایمانی به الله بدون کفر به طاغوت و ایمان نیست. وقتی که یک چیز ضرور باشد همون ضرور رو مقدم میدانند، یعنی طوری که تو ایمانی به الله داری باید که از یادت نبرد کفر به طاغوت. وقال صاحب المتن رحمه الله تعالى: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. افترض یفترض از کلمه فرض گرفته شده، در از بابی چندم است؟ افترض بابی چهارم، بله، بابی افتعال. الله به جمیع بندگان کفر به طاغوت را و ایمانی به الله را فرض گردانید. یعنی الله سبحانه و تعالی فرض گردانده است بالای جمیع بندگانش که وایها چیکار کنند؟ به طاغوت یعنی کفر ورزند، کافر شوند، ناباور شوند و به الله سبحانه و تعالی ایمان داشته باشند. وقال الشارح حفظه الله تعالى: قال الشيخ رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ثم ذكر تعريف الطاغوت. بعد از آن، یعنی بعد از همین عباره درباره تعریف طاغوت شروع کرد صاحب متن. فالطاغوت ذكره الله جل وعلا في آيات كثيرة. طاغوت را الله عز وجل در آیات بسیار ذکر کرده است. منها قوله تعالى في سورة البقرة، از جمله قول الله سبحانه و تعالی است که آنجا آمده است در سوره بقره: لا اکراه فی الدین قد تبين الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. در اینجا الله سبحانه و تعالی میفرماید که لا اکراه فی الدین، لا اجبار فی الدین، در دین مجبوریت نیست. یعنی یکون سود و فایده نمیبخشد که شما یک کس چیکار کنید مجبورا در یعنی که در اسلام داخل گردانه، حالا اون که او الله را نشناسد، دین چی بدونش نشناسد، قلب او بیگانه است، ظاهرا او را مثلا بگیم ترسانده و هراسانده در دین داخل کردن نیست. میگوید الله سبحانه و تعالی باید که شما او را دعوت و به الله او را شناس کنید که وای از صمیم قلب داخل شود در دین. گفته است الله سبحانه و تعالی لا اکراه فی الدین. اکنون تحت این آیت یعنی اختلاف است بین مفسران، قریب سه قول آمده است. یکی از این قول‌ها این است که میگن که این آیت منسوخ است، گفتن با آیت جهاد منسوخ شده است که خواهد نخواهد در دین می‌دراید، نخواهد اگر از اهل کتاب باشد جزیه می‌ده، دین خودش داشته رفتن می‌گیرد. اما اگر اهل کتاب نباشه دیگر دو چی پیشنهاد کرده میشه، یا او را اسلام پیشنهاد میکنی یا که جهاد کرده او را به قتلش میرسونی. اما خیلی بعضی مفسرها گفتن که نه این آیت چه منسوخ نیست،
این آیت بر دوام است. باید که یک کسی همه حرکت کنی فهمونه حد امکان او را شناس کنی که به دل به زبان و به قلب و به وجودش در اسلام داخل شد. ولی همون شیخ به فکرم همین روایت اخیره خیالم که قبول میکنند و میبینید شده آخر. خلاص قد تبین الرشد من الغی. اکنون قد حرف تحقیقات معین میکند که چون که واقعا انیق و هویدا شدگی است. رشد المراد بالرشد الحق، حقیقت هویدا شدگی است. حق چی شدگی است؟ بعد اسلام آمدن یعنی او را پیشنهاد کردن همه به حق نمایان شدگی است. از چی؟ من الغی ای من الضلال، از ضلالت و از گمراهی. فمن یکفر بالطاغوت، کسی با طاغوت کفر ورزد. المراد بالطاغوت الشیطان، اساسا شیطان این رؤوسی طواغیت است. در آخر شیخ خودش ذکر میکنم میگن که 5 نمود طاغوت است. طاغوت ها 5 قسمی باشن، 5 نمود چیز کسا طاغوت میگوین. یکی رؤوسی اونها شیطان است. کسی با شیطان کفر ورزد یا که با کل ما تجاوز حده طاغوت، هر چیزی که از حد و حدود خودش گذرد ویم چی میشه؟ طاغوت. مثلا حدود من شما چیه؟ ما بنده هستیم. اما خیلی کدوم بنده که از حدود بندگیش براید، از حدود بندگیش برآمده خودش دعوای الهیت کنه نعوذ بالله، ویم چی میشه؟ طاغوت حساب میاد. شکلی که مثلا فرعون چیکار کرد؟ انا حدود بندگی برآمد یک، دوم مردم چیکار کرد؟ دعوت به عبادت خودش کرد. اینا هم چی میشن؟ طاغوت میشن. نه و یؤمن بالله و ایمانی به الله آره فقط استمسک. واقعا انا همین انسان چنگ زده است. استمسک یستمسکو از مسک یمسکو گرفته بابی دهم استفعال. استمسک یستمسکو استمساک به معنای چنگ زدن. همون انسان واقعا چنگ زده است بالعروة الوثقا، با دستگیرکی یا که دستاویزی یا که دستقپی چه وثقا مستحکم. المراد بالعروة العروة في الأجرام هي موضع الإمساك. اصلا در عروة اساسا در چیزهای جرمدار، جرم گفته جرمهای آسمانی میگن که مثلا آفتاب و ماهتاب و دیگه ستاره ها دیگه سیاره ها رو اینا جرم میگن. جرم هر چیزی که تنه داره او رو میرسی که حس میکنه آدم، اینا رو جرم میگن. تنه دار، چیزهای تنه دار. یعنی عروه در چیزهای تندار و یک چیزی رو میگن که موضع الامساک، یک جایی است که همون جا به یه علاج کرده آدم چیکار میکنه؟ میخپن. سو درم یک چیز دارد عروه دارد. عروه چی است؟ همون چیزی که میخپیش بعد در میپشه. تیریزم هم میخیر، ماشین هم میخیر. در چیزهای جرم دار. خب و شد الایدی، جایی که مثلا گرین دست چیکار میکنه؟ همونجا دست مستحکم میکنه میقپی همونجا. یک چیزی مثلا میافسیدنی باشه اون ماشین اون دست که جای شیستون میقپی بالای درنده یک چیزه. همینا رو عروه میگن در چیزهای جرمدار. اگه اینجا مثال آورده شده است. واقعا انمون انسانی که به طاغوت کفر ورزیده باشد و به الله ایمان آورده باشد، همین انسان چنگ زده است به یک چیز دست قپه که دستگیره که وثقا. المراد بالوثقة یعنی ذات القوة، یعنی که به یک چیزی به قوت که همونه که هم دست خودش خطا نکنه خلاص، اما وی خطا نمیکنه. یک چیزی به قوت قبیدگی است که مثلا خودش به قوت است تمام، یعنی که دیگه یعنی که یک خیالی کنده شدن نیست. مهم خودش خطا سر ندهد او را. لانفصام لها با این جمله تاکید کرد، جمله وثقا را تاکید کرد که لانفصام لها لانکسار و انقطاع. این میشکستگی چیزا نیست و چیزی کنده میشدگی، بریده میشدگی، جدا میشدگی هم نیست. گفته صداست الله سبحانه و تعالی. اکنون المراد بالعروة الوثقا هنا الایمان. مراد با عروة الوثقا چی بوده است؟ این ایمان است. خیلی که مثلا در کتاب نعمت المنان بتفسیر و بیان کلمات القرآن که مثال شیخ نجمی فکرم یا حجوری، شیخ یحیی حجوری و تعلیقش کرده و پیشنهاد کرده یعنی شکل بزرگ بعضی کلماتی قرآن ترجمه کرده. اساسا نویسندش ابو عبدالکریم ابن احمدی حجوری الامیری.
بله از اون کتاب مقدس. والله سمیع علیم، الله شنوا و دانا است. الله ولی الذین آمنوا، الله ولی است یعنی ناصر است، نصرت دهنده است. نصرت دهنده کی؟ نصرت دهنده اون کسانی است که ایشان ایمان آوردند. اکنون نصرتش در اونها چه خیلی میگذراند؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، و اینها را از ظلمت های کفر و بدعت و ضلالت چیکار میکنند؟ به نوری ایمان میبرند. انا مثلا گریم یاردمی پروردگار نسبتی منها همین است که مؤمن همه افتم در کفر و در ضلالت و در بدعت و در خرافات، الله سبحانه و تعالی چیکار میکنه؟ میاره خلاص میکنه، میبرد همون مؤمن ها را از ظلمت ها، از ظلمتی تاریکی های کفر به نور ایمان. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اما کسانی کافر باشند یاردم دهنده های اینها کی هستند؟ اولیاهای اونها کی هستند؟ طاغوت و شیطان هستند. شیطان وظیفه‌اش چیه؟ یخرجونهم، برای می صیغه جمع اومده است، چون اینجا به معنای عام اومده است. طاغوت به معنای چی؟ عام اومده است. و گفتیم که رؤوسی تواغت شیطان باشد اگر و کل ما تجاوز حده فهو طاغوت، هر چی که حدش گذره و طاغوت میشه. مثلا میگوید که اینا چیکار میکنن؟ اون کافرها اولیاءشون طاغوت است که یخرجونهم، همون کافرها رو میبرارند از کجا؟ از نور و ظلمات. و اینها کافرها چینو دارن که با ویرو به ظلمت هم میبرن؟ سوال میآید. در بعضی تفسیرها نگاه کردیم و از که یعنی که سوال دادن که چه خیلی میشه که خیلی بالا معلوم است که باید مؤمن است. آخه این پاییننده این کفر چینور دارن که شیطان ها طاغوت ها چکمه از نور به کفر اینا را به ظلمت ها به تاریکی میآورده است. و گفتن که این فطرتی الله است، هم فطرتی که هر یک انسان الله سبحانه و تعالی بر فطرت آفریده است که او موحد است. اهم روزی که به دنیا اومد به طریق والدینش و به طریق دیگه تشکیلات های غیر دینی ضد دینی اسلام با واسطه یا چیکار میکنند و یا کار برده همون کودکی که به فطرتی الله سبحانه و تعالی تولد شده است کار و مبارزه میبره که همون فطرت چیکار کنند؟ پرده پوش کنند و چنگ و خاکالود کرده ویرون کرده اومدن گیرن که تا زمین مرگشون هم به کفر برند که وی روشن است. برای اون یعنی که مراد از همون نور چی بوده است؟ همون فطرتی الله سبحانه و تعالی بوده است. الله اعلم. اولئک اصحاب النار، همونها باشندگان دوزخند، هم فیها خالدون، ایشان در آنجا جاویدان خواهند ماند. نعوذ بالله، الله نگهدار هر کدوم من شما را. و فی سوره النساء قوله تعالی، نیز یعنی درباره طاغوت‌ها را ذکر کرد سوره شیخ. در سوره نساء آمده است قول الله سبحانه و تعالی آنجا که فرمود الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، مگر تو نمیبینی به اون کسانی که به ایشان پاره از کتاب را نصیب دار کرده شده است، یعنی که اندک سوادی کتابی داره اهل کتاب گوشست، یؤمنون بالجبت، که در برابر ایمانشان یعنی از کتاب نصیب دار هستند، با در برابر همون چیکار میکنن؟ ایمان به جبت داره. المراد بالجبت السحر كما جاء في بعض تفسیر الصحابه والكهانه، جادوگری و بچی فالچگی و مثلا منجمی همینا باور میکنن. با طاغوت ایمان میارن. و یقولون للذین کفروا، و برای کافرها آمده چی میگوین؟ هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا. فهمیدید چی میگن؟ یعنی اینها در هدایت پاینده تر و زیباتر هستند از این ایمان آوردگی ها از جهری راه. یعنی اهل کتاب باید اومده، یعنی اهل ایمان مؤمنهای دوران پیغمبر علیه السلام باید که باید طرفداری میکردن، برعکس اومده مشرکان رو گفتن که شما حق‌تر هستید نظر به اون پیروان محمد علیه السلام. اعوذ بالله، دیگه کفر مقدم دونستن در راه، یعنی که هدایت یافته گفتن و خیلی. بله. و هذه الآیه فی اليهود، این آیت در شأن یهودی ها می باشد. بله. نعم. و یقول سبحانه و تعالی فی المنافقین، الله سبحانه و تعالی در باره منافقان می فرماید الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا، مگر تو
ندید یا که نمیبینی با اون کسانی که گمان میکنن، یعنی یقولون کاذبین، دروغ میگویند، کی انهم آمنو، گویا که باید ایمان آورده باشند، بما انزل الیک، با اون چیزی که به تو فرود کرده شده است، یعنی به قرآن، و ما انزل من قبل که و به کتابانی پیش از تو نازل شده. به خاطر چه این کار میکنن؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، میخواهند که حکم را ببرند به نزد طاغوت. و قد امروا ان یکفروا به، حالا که مأمور شدن که باید که نه فقط نه این که مثلا یعنی که به طاغوت حکم را برداشت، بلکه به او کفر ورزیده شود. بازم طاغوت در همین سوره ذکر که تحت این سوره آیه گفت بسیاره. فی سوره النحل، در سوره النحل آمده یقول جل وعلا، الله سبحانه و تعالی میفرماید ولقد بعثنا فی کل امة رسولا، واقعا هر جا که در اولی قد لام بیاد این به معنی تحقیق می شود و اینجا قسم محذوف است، یعنی من قسم یاد میکنم که ما به درستی فرستانیدیم فی کل امة، ای الی کل امت ارسلنا رسولا، رسول فرستان دیگه است. مراد و مقصد از فرستانیدن رسول چی بود؟ میگفتن که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، الله را یک پرستی کنید، الله را عبادت کنید و از طاغوت دست کشید، اجتناب ورزید. الطاغوت مأخوذ من الطغیان، شیخ در اینجا میفرمایند که طاغوت از طغیان، از کلمه طغیان گرفته شده است. مراد از طغیان چیست؟ و هو مجاوزه الحد، از حد گذری کردن است. یقال طغى الماء اذا ارتفع منسوبه، مثلا وقتی که کلمه طغایت غور در آب استفاده برن، این از روی نقطه نظری علمای آب شناس، یعنی که همین ساحل میراب و همین ها چی میشه، کدوم وقت میگن که طغى الماء اذا ارتفع منسوبه، وقتی که همون از آب چی میشه بلند میشود از مستوایی که به همونجا باید که در ارتفاع رفته رسد. وقتی که باید این نرمی خودش یا همون نرمی خودش همونجا را منسوب میکنه، منسوب باید که آب اومده اسد همونجا اول زیاد شود، ممکن کانال کفیده شود، ممکن اونجا خرابی آره، برای چی میگن طغى الماء منسوبه، یعنی که آب از همون از چی از معیار خودش چی شد زیاد شد، گفتگی چیز از تجاوز گذشت، گفتگی هر چیزی که معیارش میذاره یک آبادل نمیبرم خدا بیرونی یک. بله. قال تعالی انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه، به درستی ما وقتی که طغى الماء یعنی که آب از حدش که زیاد شد ما شما رو بار کردیم در چی؟ در جاریه، در اون چیزی جار میشدیم در کشته. نعم. وقال صاحب المتن قال ابن القيم چنین معرفی کرد معنی الطاغوت، معنی طاغوت این است که ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. این تعریفات ابن قیم شاگرد ابن تیمیه رحمه الله. معنی طاغوت اون است که آن چیزی رو میگن طاغوت که به همون طریق بنده از حدش میگذرد. اکنون همون چیز چی است؟ من بیان میکنم. مثلا من معبود، از معبود من بیان میکنم، او متبوع یعنی دیگر رو به عبادتش میکنم، با وجه میشن معبود میشن، بنده احد گذشت به همین طریق و عابد بودو خدا معبود حسابی داخل. یا که مثال گیریم وای باید تابع میشد و متبوع شد، دیگه رو باید تابع شد، خودش متبوع شد. وای باید که مطیع شدنش در کار بود، از مطیعی برآمده کاری که مردم مطیع شدن و خودش شد مطاع شد. هم خیلی است چون پیغمبر اطاعت کردن در کار شد، اینو ممکن نه پیغمبر اطاعت نکنه من اطاعت کنم. مثلا طوری که هم که صوفی ها هستن که میگن که محمد صلی الله علیه و آله و سلم از الله به طریق جبرئیل میگرفت هر خبر و هر وحی ما راست بیگو واسطه الله میگرفت. دیدید همین مردم چیکار میکنن؟ نگه میدارن، میگردونن راه پیغمبر علیه السلام برای خودشون، شیخ خودشون میفهمن اونجا. اکنون اما معنی طاغوت فی الشرع، اما معنی طاغوت در شریعت چیست؟ فهو کما ذکر ابن القیم رحمه الله تعالی و همون است که
خود ابن قیم الله رحمتش کنه معرفی کردن و نقله عنه الشیخ ها هنا بنابراین و را نقل کرد شیخ محمد بن عبدالوهاب در همین جا. الطاغوت ما تجاوز به العبد حده الطاغوت ما تجاوز به العبد حده. طاغوت آن چیزی است که به همون طریق بنده از حد خود میگذرد، از حد گذری میکنه. العبد له حد، بنده هم حد دارد. لانه عبد حدد الله له حدودا. الله برای او یک حدود را، یک اندازه را مقرر کرده است. یجب علیه ان یقف عندها، واجب در گردن همون در عهده همون بنده که در نزد همون حدود ایستد و از همون حدود نگذرد. فاذا تجاوزها، اگر ما باید گذرد چی میشد؟ فانه یکون طاغوتا، گذرد طاغوت میشد. فمن تجاوز حدود الله التي حددها لعباده وامرهم الا يتجاوزوها والا يقربوها فهو طاغوت. بس کسی تجاوز کند حدود الله را، اون حدودی که الله تعالی برای بندگانش او را مقرر کرده است و اینها را مقرر کرده نشون داده است و امر کرده است که از بین نباید که تجاوز بکنند و نباید که به اون نزدیک شوند. حال تجاوز اون طرف است، تجاوز یعنی که اومده رسید بگذشتند. فهو طاغوت، همین کارا رو پایمال کنه چی میشه؟ طاغوت میشه. فاذا عصى الله، وقتی که الله را عاصی شود و تجاوز حدوده، از حدودش بگذره و طغى تجاوز کنه، فانه یسمى طاغوتا، و درستی طاغوت نامیده میشه. لانه طغى و تعدى حدود الله، چون که او طغیان کرد و از حدود الله مقرر کرده تجاوز کرد، گذشت. فقوله ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، پس این سخنی شیخ چی معنی دارد؟ هذا التعریف الشامل للطاغوت، این تعریفی شامل است برای طاغوت. یعنی طاغوت کی شد همین در درونش هست، یعنی هر طاغوت در درونش همین تعریف دارد. یک از برای چی باید طاغوت شده است؟ یا که بنده از حدودش گذشته است، خودش معبود کرده است، یا که متبوع کرده است، یا که مطاع کرده، پشت همین طاغوت شده است. برای این وقتی طاغوت گفتم همین در درونش همینا شامل اون است، یعنی در برگیرندی این تعریفاتی بالا در درون طاغوت هست. لأن الله جل وعلا امر بعبادته وحده لا شريك له، زیرا الله سبحانه و تعالی، الله عز و جل امر کرده است با عبادت خویش، اکنون وحده تاکید است، تنها، لا شریک له، با او شریک نآورده، و امر باتباع رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، همچنین امر کرد با پیروی از رسولش صلی الله علیه و آله و سلم، و امر بطاعته، امر کرد به طاعته و طاعت رسوله و به طاعت رسولش، یعنی به طاعت خود و به طاعت رسولش امر کرد. فیما حلل و حرم، در کدوم کاری که همون کار حلال گفته باشد یا حرام گفته باشد. فمن تجاوز هذا الامر فهو طاغوت، بس کسی از این فرمایشات پروردگار تجاوز بکنه و طاغوت میشه. من تجاوز حد العبادة التي اوجبها الله واختص بها ونفاها عن غيره فعبد مع الله غيره فهو طاغوت. بله، کسی که از حد عبادتی که الله وی را واجب گردانیده است تجاوز کنه و اختص بها، الله سبحانه و تعالی چیکار کرده است؟ وی را مخصوصی خود قرار داد، به خود مخصوص گرفت، خاص گرفت. و نفاها عن غیره، الله سبحانه و تعالی از غیرش اون عبادت را منع کرد. خلاص بس اون انسان چیکار کرد؟ با همراهی الله غیرش را عبادت کند، فهو طاغوت است. المشرك طاغوت، مشرک هم طاغوت است. چرا؟ لانه تجاوز الحد فی العباده، چون که او در عبادت از حد گذشت. و عبد مع الله غیره، و با همراهی الله غیرش را عبادت کرد. صرف العباده لغیر مستحقها، اون انسان یعنی عبادت را صرف کرد برای غیر حق، برای لایقش، برای کسانی صرف کرد که اون کسا لایق عبادت نیستند. نه. و كذلك من عبد و هو راض، همچنین کسی را عبادت کنند و راضی باشد او، یعنی مردم او را عبادت میکنه و راضی است و خرسند که با اون مردم عبادت کردن. الذي يعبده الناس بهذا، یعنی همون کسی که مردم برای به همین طریق چیکار میکنن؟ عبادتش میکنن. بهذا یعنی که به همین طریقی که به راضی باشد، به شرطی که بهذا این حالا اشاره به راضی نه.
و یفرح او خرسنده و یترأس بهذا الشيء و با خودش چی رئیس محسوبات و یتزعم خودش راهبر می زعیم میگن زعیم نمایندی فرون طریقت خودش یک راهبر میگه که دیگر رو با فرق میکنه يتزعم زعيم میشه راهبر میشه. هذا طاغوت کس طاغوت است مثل فرعون و نمرود و مشایخ الطرق الصوفیه مانند همین کسا مشایخ طریقه صوفیه الغلات و غلاتاشته اونه که از حد گذران الذين يعبدوهم اتباعشون و یارا عبادت میکنن و یردون بذلك و خودشون راضی هم به این کار او یدعون الناس الى هذا یا خودشون مردم به همین کار و به همین طریقه دعوت میکنن ای الى ان يعبدوهم یعنی به عبادت خودشون که مسائل خلقی با طریقی تفصیلا خواهد آمد. فهذا طاغوت فی العباده این چی میگن این کس طاغوت میگن در عبادت یعنی در عبادت تجاوزکاری کرد. قول مؤلف یا که قولی بگیم که امون شیخ ابن قیم که او مطبوع یا که مطبوع پشتی مطبوع میشه این در موری چی بود؟ من معبود یعنی معبود فهم یا غیر الله را عبادت میکنند یا دیگر رو کار میکنند که او را عبادت میکنند معبود میشه یا که مطبوع پشتی مطبوعیه. الله جل و علا امر جمیع الخلق ان یتبعوا محمدا صلی الله علیه و علیه و سلم. الله عز و جل امر کرد از جمیع مخلوق را که پیروی از محمد صلی الله علیه و سلم بکنن. فلا یجوز لاحد ان یتبع غیره علیه الصلاه والسلام برای کسی جایز نیست که پیروی از غیر او صلی الله علیه و علیه و سلم بکنن. فمن اتبع غیر رسول صلی الله علیه و سلم و زعم ان هذا جائز فانه یکون طاغوتا. بس کسی پیروی از غیر رسول صلی الله علیه و سلم کند و گمان کند که این جایزه میشد گوید و درستی این کس طاغوت می شود. چرا؟ لأنه اتبع غیر رسول صلی الله علیه و سلم الذي امر باتباعه یعنی چون که وی پیروی از غیر رسول صلی الله علیه و سلم کرد آن رسولی که این کس را این کس مأمور است به پیروی از آن. فالاتباع خاص بالرسول صلی الله علیه و سلم یعنی پیروی این خاص به رسول صلی الله علیه و سلم است. همه باید که در تمام انواع عبادت پیروی از رسول صلی الله علیه و سلم باشد. اما غیرهم من العلماء والدعاة فهؤلاء يتبعون اذا اتبعوا طریقه الرسول صلی الله علیه و سلم. اما غیر رسول از جمله علما داعیان بس اینا را پیروی کرده می شود وقتی که ایشان پیروی از طریق پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشند. فالمتبع هو الرسول صلی الله علیه و سلم بس متبع پس اون ذاتی که وی رو پیروی کرده شود او رسول صلی الله علیه و سلم است. اما هؤلاء اما این علما این دانشمندان این شیخا این داعیان باشند فانهم مبلغون فقط اینا تنها تبلیغ کننده هستند که یتبعون للحق اینا خودشون پیروی از حق هستند و ما وافقوا فیه اتباع رسول صلی الله علیه و سلم و آن چیزی که موافق باشند در همون پیروی از رسول صلی الله علیه و سلم را و ما خالفوا فیه رسول صلی الله علیه و سلم فلا یجوز اتباع یعنی و اون چیزی که در همون چیز مخالفت از رسول صلی الله علیه و سلم کرده باشند اون وقت این عالم جایز نیست پیروی از این عالما کردن یا که در همون چیز کردن در همون چیزشون در خلافشون نه او راجع به همون چیز میشه با این اصولا قاعده است. مثال ذلك مشایخ الطرق الصوفیه مثال آن شیخای طریق صوفیگی یتبعهم مریداشون و یارا پیروی از وی پیروی میکنن و عبیدهم عابداشون فی غیر طاعت رسول صلی الله در غیر طاعت رسول صلی الله علیه و بل یقولون بلکه میگن که اننا لسنا بحاجه الى رسول صلی الله علیه و ما محتاجی به رسول صلی الله علیه و نیستیم. نحن ناخذ مما اخذ منه رسول صلی الله علیه و ما خودمون رو گرفته استادیم از همون چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و میگرفت و نتلقى عن الله مباشرة ما مباشرة از الله میگیریم. الرسول صلی الله علیه و تلقى عن الله بالواسطه بواسطه جبريل رسول صلی الله علیه و سلم و از الله با طریق واسطه میگیره با واسطه جبريل میگیره و نحن نتلقى عن الله مباشرة ما طور راست به جبريل
از الله میگیریم. و یقولون انتم ترون دینکم عن میت، شما یعنی که دینتون و دینداریتون از مرده میبینیتون، یعنی محمد صلی الله علیه و آله مرد میبینید. و نحن نروی دیننا عن الله سبحانه و تعالی، ما باشیم روایت میکنیم دین ما را از زنده پاینده که الله عز و جل است. میگن اعوذ بالله لانهم یزعمون ان شیوخهم یتصلون بالله، زیرا که باید گمانشون همین است که شیخاشون با الله دائم علاقه دارن، دائم صفات های و یتلقون من الله مباشرتا، از الله دائم مباشرتا چی میکنن؟ گرفته میشن. الله تعالی دائم در چند در علاقه است. بلغ بهم الحد إلى أن هذا الطغيان والعياذ بالله هذه طريقتهم، لا شك أن هؤلاء هم رؤوس الطواغيت والعياذ بالله. بلغ بهم الحد إلى هذا الطغيان، يعني حد اینها را به همین تجاوزکار رسون، حد اینها را به همین تجاوزکار رسون. الله پناه دهد همین از طریقتی اونها، شک نیست که اینها همه خودشون راهبران طاغوت هستند والعیاذ بالله، لانه لا طریق الی الله جل و علا، زیرا که یگان راهی نیست که او برده رسونند به الله عز و جل الا باتباع رسوله صلی الله علیه و سلم، مگر به طریقی که با واسطه پیروی از رسولش صلی الله علیه و آله و سلم. اونجا که الله سبحانه و تعالی فرمود قال تعالی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، بگو اگر شما واقعا دوستدار الله باشید پس شما پیروی از من میکنید، آن هنگام الله شما را دوست خواهد داشت. و یغفر لکم ذنوبکم، و برزمی آن چیکار میکند؟ الله برای شما گناهاتون مغفرت خواهد کرد. الله غفور رحیم، الله بی نهایت آمرزنده و مهربان است. قل اطیعوا الله و رسول، بگو اطاعت از الله و اطاعت از رسول بکنید علیه الصلاة و السلام. فان تولوا، اگر ایشان روگردان شوند، گپ نگیرند، فإن الله لا يحب الكافرين، و درستی الله کافرها را دوست نمی‌دارد. معلوم است که این کارشون آورده ایشان به کفر میرساند. فالذي يتبع غير الرسول صلی الله علیه و هذا يعتبر طاغوتا، بس خلاصه کسی پیروی از غیر رسول صلی الله علیه و آله میکند و او را اعتبار داده میشود همچون، یا که او را شمار کرده میشود و او را حسابیده میشود همچون طاغوت. و كذلك من يدعو الى اتباعه و يقول للناس، همچنین کسی که خود پیروی از خودش دعوت میکند دیگران و میگوید برای مردم که انا آتیکم بالامر من الله مباشرتا، من برای شما امر از جانب الله مباشرتا میارم. هذا اکبر الطواغیت فی العالم والعیاذ بالله، در عالم این از همه بزرگترین طاغوت حساب میشه. الله خودش در پناهش نگه داشته باشه. این بود یعنی که متبوع. اکنون مطاع آمدیم، کسی که او را اطاعت میکنه. اطاعت انما هی لله، طاعت باید که برای الله باشد ولی رسوله، برای پیغمبرش علیه الصلاه و السلام باشد. بما حلل و حرم، به طریقی یا که با آن چیزی که حلال گفته شد و که حرام کرده است. الله تعالی فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ای کسانی که ایمان آورده شما اطاعت از الله بکنید و اطاعت از رسول صلی الله علیه و سلم بکنید و صاحبان امر از شما، یعنی که راهبرانی اطاعت از رهبراتون کنید اگر رهبراتون از شما مؤمن و مسلمان باشند. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسوله، اگر شما در کدام چیزی که نباشه، خواه اون چیز امور دینی باشه یا دنیوی باشه یا اخروی باشه، شما باید چیکار کنید؟ برگردانید تیز حال به الله و به پیغمبر، یعنی به الله، به کتاب الله گفتیم و رسول در بعدی وفاتش به احادیث صحیح و صلوات الله و سلام علیه. این کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر واقعا شما ایمان داشته باشید به الله و به روز آخر، ذلك خیر و احسن و تعبیرا، انا همین مراجعت به الله کردن، در تمام کار مراجعت به رسول صلی الله علیه و کردن، این بسیار کار خوب است و در عاقبت بسیار سرانجام خوب است، سرانجام نیک است، عاقبت خوب دارد. فالحلال ما احله الله و حرام ما حرمه الله، زیرا حلال آن چیزی است که الله و یا حلال گفته باشد، حرام آن چیزی است که الله و یا حرام گفته باشد. وليس لاحد ان يشارك الله في التحليل والتحريم، یگون کس حق ندارد که در الله شریک شود در باره یک چیز حلال گفتن یا یک چیز حرام گفتن. منم شریک، منم میدانم، مشکل الله میداند، من ممکن نیست. ولذلك حكم الله على من حلل وحرم او اطاع من فعل ذلك بانه مشرک، برای خاطر این است که الله سبحانه و تعالی حکم کرده است علیه کسی که
پیش خود سرانه یک چیز حلال میگه یا چیز حرام میگه، یا که الله تعالی حکم کرده است علیه اون کسی، یا که همون کس اطاعت میکنه یک کسی را که همین کارا را میکنه. یعنی الله تعالی حکم کرده است مشرک بانه مشرک، الله تعالی حکم برآورده است مشرکش گفته است کرا کسی را که یک چیز پیش خود حلال گفته باشه یک چیز یه دانسته حرام گفته باشه، یا یک کسی را که پیروی از چنین کسی شده باشد و یا مشرکش گفته است. اونجا فرمود الله سبحانه و تعالی فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین، پس شما بخورید از اون چیزی که نام الله را در همان ذکر کرده شده است. یعنی سمی الله عند الذبح و النحر، در وقتی ذبح کردن و در وقتی نحر کردن، چون که اشتره نحرش میکنه هم ذبحش میکنه. خلاص این کنتم بی‌آیات مؤمنین، اگر شما با آیات او باوری داشته باشید. و مالکم الا تاکلوا، چرا شما چی شده است؟ یعنی چی پرابلم دارید که شما نمیخورید از چیزی که الله سبحانه و تعالی را در آن در وقتی ذبح کردن در وقتی نحر کردنش ذکر کرده شده است. و قد فصل لكم ما حرم علیکم، ای بینا فصل و بینا، یعنی الله تعالی واقعا برای شما بیان کرد که اون چیزی که به شما حرام کرده باشد. الا ما اضطررتم، مگر شما چی شوید ناچار شویدون، ای الجئتم الیه، یعنی که محتاج شوید به همون به شدت المجاعت، مثلا به سبب گرسنگی سخت، حتی خوف الموت، تا اون درجه شما گرسنگی سخت میشه که خوفی مردن باشد، اون وقت مثلا میگیم شما مضطر هستید الیه به همون چیزی حرام. و ان کثیرا لیضلون بهم، بسیار کسانی هستند که به سبب پیروی از خواهشات نفسانیشون یضلون دیگران را چیکار میکنن؟ گمراه میکنن بغیر علم، یعنی علم ندارن بها. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بدرسی الله سبحانه و تعالی خود او دانا است نسبت تجاوزکاران، المعتدین المتجاوزین الحق الى الباطل، اون کسانی که از حق به طرف باطل تجاوز میکنن برای معتدی میگن. و ذروا ظاهر الاسم، ظاهر الاسم شما ذروا بمعنی اترکو، شما ترک بکنید، خلاص شما ترک بکنید ظاهر الاسم، ای علانت گناههای آشکارایی را، نه گناهایی که بیارم صبح پوشیدن نمیشه یا آشکارا انجام داد، از چنین گناه ها شما یعنی این گناه ها رو پرتید. و باطنه ها اون گناه های سره، گناه های پوشیده، مثل گمانی بده، مثل چی کینه گرفتن، یا که مثلا شرک و ریا، اینا همش یعنی که شرک من اینا چه گناه های باطنی می باشن. ان الذين يكسبون الاثم، و درستی کسانی که چیکار میکنن گناه را انجام میدهند، کاری گناه میکنند، سیجزون بما كانوا يقترفون بما كانوا يكتسبون، البته ایشون جزا داده میشود طبق آن کاری را که بهره برده ایستادن، کار کرده ایستادن، انجام داده ایستادن. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله علیه، شما نخورید از اون چیزی که در همون چیز نام الله را ذکر کرده نشده باشد، در وقتی ذبح کردن یا که در وقتی نحر کردن، یا که رو به جای نام الله چی، یا که نام الله را ذکر کنند و با نام یکون شیخشون یکون بوت ذکر کنند. و انه لفسق، البته این کار چی است؟ فسق است، ای خروج عن طاعت الله، از فرمان الله برآمدن است. و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، و درستی شیطان ها کارشون چه؟ وحی میفرستن به اولیاهای خود، یعنی که وسوسه میکنن، یوحون وحی و وسوسه. البته شیطان ها وظیفه‌شون همین است که وسوسه میکنن، وسوسه ها میاندازن به اولیاهای خویش، ای به هم یاردمچیای خویش و به انصارشون از کافران، لیجادلوکم، همه وسوسه میکنن که اومده مقصد به شما چیکار کنن؟ مجادله کنن، به شما بحث کنن درباره حلال گفتنی میته. مثلا گیرم که دعوا داشتن، گفتن که شما عجیب است، کافران میگفتن فتوا میبردن، نمیگفتن که روید مسلمان میونه که زکات وقتی باید خوره وی خودت کشتی، اما مرده وی الله کشتیه. چی ببینی شما کشتگی چیز حلال میشدی، الله کشتگی چیز یعنی که حلال نمیشده. گفتن به خیلی قیاسای باطل میکردن، اعوذ بالله. و این اطعتموهم انکم للمشرکون، انا چنین بدبختار اگر شما اطاعت کنید البته شما هم چی خواهید شد؟ مشرک خواهید شد. دیدید اینجا گفته بود کسی یک چیز حلال بود یا چیز حرام بود پیش خودش و یا مشرک است، یا کسی که چنین کسا را چیکار کند؟ اطاعت از اونها کند و یا چی میشه؟
مشرک میشن، چون موضوع در باره اطاعت است. لأن اهل الجاهلیت یقولون المیتة حلال است، زیرا که اهل جاهلیت که مردم پیش از اسلام میگفته بودن که میته خود مرده، میته چی است میگفتن؟ حلال است میگفتن. لأن الله هو الذي ذبحه، و الله ذبح کرده، فقط چشم شما نمیبینن. فهي اولى بالحل مما ذبحتم و زکیتم، اونی که شما ذبح کردید و زکات شرعش کردید به گفتی خودتون، میگه اوی دیده و اولا هستن، یعنی که خوبتر است در حلال گفتن، لایق حلال گفتن هوای الله ذبح کرده. فالله جل و علا یقول، الله عز و جل باشد میفرماید که لا تاکلوا الا ما ذکی زکاتا شرعیه، شما نخورید مگر همون حیوان را که و زکات کرده شما به زکات شرعی، ذبح شرعی. و حرم علیکم المیتة، و به شما یعنی که میته را حرام گردانیده است الله سبحانه و تعالی. و هؤلاء یقولون، اینا باشم چی میگوین؟ لا، میگن نه المیتة حلال، میگن میته حلال است. هي اولى بالحل من المذكى، او زکات شده این است لایقتر به حلال. لأن المذكاة زكيتموها انتم، یا زکات شده رو شما خودتون ذبحش کردید، حلالش کردید. و اما المیتة فالله هو الذي ذبحها، اما میته باشد الله است همون ذاتی که ذبحش کرده است. ولهذا رد على المشركين، بخاطر همین است که الله سبحانه و تعالی علیه مشرک ها رد کرده، این جواب ردیه داده، گفت که وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، شما نخورید ایما منها، از اون چیزی که مثال گیریم نام الله را در آن ذکر کردن نشده باشه. و انه لفسق، بدرستی این یک فسق، یعنی خروج عن طاعت الله سبحانه عز و جل، این از طاعت الله عز و جل برآمدن است. و قال بعدها، بعد از آن الله سبحانه و تعالی فرمود و ان الشیاطین لیوحون الى اولیائهم، مدرسه شیطان ها چیکار میکنن؟ به همون دوستان و به همون یعنی که یاردمچی های خود وحی، یعنی مراد از وحی چیه؟ وسوسه ها میکنن، یا وسوسه ها انداخته میگوین که یقولون المیتة ذبحها الله، میته را یعنی که الله ذبحش کرده، و المذکاة انتم ذبحتموها، یعنی که اون زکات شده را شما خودتون ذبحش کردید. فکیف تستحلون ما ذبحتم، چطور میشه که شما حلال میگویید، حلال میپندارید اون که خودتون ذبح کردید، ولا تستحلون ما ذبحه الله، الله ذبح کرده چیزی حلالش نمیگید. هذه مجادلتون بالباطل، این چی مجادله باطل و دروغینش میگوید، یعنی که طرفی دروغ گرفته به حق چیکار میکنید؟ بحث میکنید با اصحاب حق. ثم قال تعالی، سپس الله عز و جل فرمود و این اطعتموهم انکم لمشرکون، اگر شما این بدبختا را اطاعت کنید بعد شما مشرک میشید. البته هذا من شرک طاعت، این چی میگن؟ شرک طاعت میگن، چون شرک هم انواع میشه بخیر. بله غلط. التحليل والتحريم حق لله جل وعلا، اجزا حلال گفتن اجزا حرام گفتن حق الله عز و جل، نه حق یکون بنده. فلا يجوز لأحد أن يحلل أو يحرم من عند نفسه، یکون کس جایز نیست که یعنی از پیش خود یک چیز حلال بودی یا چیز حرام بگوید، او یطیع من حلل او حرم من عند نفسه، یا یک اطاعت از کسی کنه که همون کسی وظیفه‌اش چیه؟ حلال گفتن و حرام گفتن از پیش خودش. و من فعل ذلك فإنه طاغوت، کسی همین کارو کنه طاغوت است، و مطیع للطواغیت، و اطاعت طاغوت بود است. الذين يحللون و يحرمون من دون الله، این کسان اون طاغوتایی که حلال میگوین یک چیز و حرام میگوین یک چیز بجز از الله سبحانه و تعالی. هذا معنى قوله او مطاع، معنی قول الشيخ مطاع همین، ای مطاع فی التحلیل و التحریم، او را اطاعت میکنن دیگران در چی؟ در حرام گفتنش و در حرام گفتنش. لأن التحليل والتحريم حق لله جل وعلا، زیرا که هر چیز حلال گفتن یا چیز حرام گفتن یا چیز حرام گفتن حق الله عز و جل است. و الرسول صلی الله علیه و سلم مبلغ عن الله ما حلل و ما حلل و حرم. رسول صلی الله علیه و سلم مبلغ است از الله سبحانه و تعالی ما حلل، اون چیزی که الله حلال گفته باشد، و حرم اون چیزی که حرام گفته باشد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.